السلام علیکم دوستان عزیز، روز شما بخیر و شادی باشد. امیدوارم که همه شما خوب هستید، همیشه خوب مانید. رحمت برای دستگیری های کانال ما، رحمت برای کامنتاری های خوبتان. خداوند از هر یک شما راضی باشد. امروز من یک نمود خوراک ملی تاجیکی را آماده کردم، حتما با ما باشید. در اینجا من 200 میلیلیتر روغن رستیتینی مسله به بالایش یک بریده یعنی گوشت را مایده کرده انداختم. کمتری گوشت ما برای فرش جدا کرده، کمترش را برای با مزهش با نخسته شده کمتر زیر باندم و بالایش یک دانه پیاز را این طور انداخته. وقتی که گوشت ما سرخ شد پیاز را انداخته تا سرخ شدنش میزیربانیم. من همین طور سرخ شد. اکنون من سبزی های انداخته. سبزی ما 4 دانه سبزی کلان بود. همین طور نغز کک سبزی های میزیربانیم. من اکنون سبزی ما نغز کک 10-15 دقیقه زیر بانده به بالایش 2 قاشق تمات را انداخته. باز یک 10 منوت دیگه میزیربانیم. باز مزه افغاتمو باز نخسر بیاد. این طور نغز کک زیر بانده 10 دقیقه دیگه میزیربانیم. بعد اکنون به بالایش آب را میریزیم. تخمینا من یک 900-800 میلیلیتر آب را ریخته. نیم ساعت تا 1 ساعت زیر جوشاندم. در علابی پست کک می جوشانیم. نه چی طوری که میبینید من آب را ریختم. اکنون من با یک بریده گوشت مایه اینطور قیمه کرده کمتر پیاز را کوبیکچی کرده ریزه کردم. اگر بلندر داشته باشید با بلندر نغز کک زنید. من فرش را تیار کرده اینطور آماده کردم. اکنون من به بالای زیر بکمو انداخته تخمینا با 1 ساعت با می جوشانیم. نیم ساعت تا 1 ساعت می جوشانیم. نیم ساعت جوشانده میشد. با 1 ساعت جوشانید باز هم به مزه تر میشد. برای همین نغز کک می جوشانیم. اکنون من زیر بکمو نغز کک جوشید. تخمینا 1 ساعت من جوشاندم. اکنون من 200 گرم برنج را گرفته. برنج ما برنج شولگی است. یعنی شله برای شله و شله است. من را نغز کک شسته. من به بالایش 1 قاشقچه نمک را انداخته. اکنون به بالای من برنج ما شسته انداختم. وابسته به اهل عائله شما. اگر عائله شما بسیارتر باشد باز همین وهامای دوچند میکنیم، محصولات های دوچند میکنیم. من اکنون در علابی پست کک تخمینا نیم ساعت 25-30 دقیقه اینطور جوشید. من آماده شد. حتما آماده کنید. خوراکی سبوکی با لذت است. حتما آماده کنید دوستان عزیز. من خوراک ما تیار شد. رحمت برای دستگیری کانال ما. کسانی آبونه نیستن حتما آبونه شوید تا با دیگران پدیلیت کنید تا اینکه از ویدیوهای ما باخبر شوند. من اکنون کشیدم
با مزاحمت حتما آماده کنید دوستان عزیز. خیر دوستان عزیز، تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید. خدا حافظ. خیر.